بسیار دردآور هست مسئله غزه که اونقدر غزه گفته میشه و بیان میشه که و تکراری شده برای همه که هیچ کس درد اونها رو احساس نمیکنه، هیچ کس رنج اونها رو نمیتونه حتی درک کنه، فکر کنه بهشون. ولی هر روز و هر روز جنایت، هر روز قتل، هر روز کشتار، هر روز گرسنگی، قحط سالی. باور کنید این کمک هایی که شما عزیزان میکنید و از طریق مؤسسه ما فرستاده میشه، کلیپ هاشو برام میفرستن، این اشکم در میاد لحظه ای که اینا حمله میکنن روی دیگ نخود، روی دیگ لوبیا، بچه های کوچک، گوشت که اصلا و ابدا. من حتی به اون نماینده های خودم اونجا اعلان کردم که ما میخوایم برای عید و قربان براشون پول جمع کنیم، شما قربانی بکشید. گفت هر قربانی $3000، یعنی به پول ما نزدیک به 300 میلیون تومان یه قربانی. گفت گوشت اینجا نیست. گفتم پس حداقل برای عید و قربان هم که شده ما کمکی جمع بکنیم. طوری که خود اینها گزارش دادن در کلیپشون 35 مرحله الحمدلله کمک من و شما تا به این لحظه 35 مرحله به شمال نوار غزه، 3 مرحله به جنوب نوار غزه، یعنی 38 مرحله ما تونستیم کمک کنیم. هذه هي تبرعاتكم، هذه هي صدقاتكم يا مولانا يا عبد العلي خير شاهي. هذه هي المرحلة 35